بالاخره واتساپ یه کمی پیشرفت کرد و قصد رقابت با تلگرام رو داره. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال یوتیوب دانستنی های جالب خیلی خوش اومدین. اگه پیگیر کلکل های خنده‌دار تلگرام و واتساپ توی توییتر باشید، میدونید که تلگرام خیلی به عقب افتاده بودن واتساپ تیکه میندازه، اما واتساپ اصولا واکنش خاصی نشون نمیده. ولی بالاخره این کلکل باعث شد واتساپ یه کمی به فکر توسعه بیفته و یه سری فیچر و آپشن جدید به اپلیکیشنش اضافه کنه. یکی دو روز پیش واتساپ یه توییت طوفانی زده و به شدت حریف میطلبه. چرا؟ چون که قصد یه آپدیت به شدت بزرگ رو داره که باعث میشه کلی آپشن و فیچرهای جدید و خفن به واتساپ اضافه بشه. حتما با خودت میپرسی مگه قراره چی بهش اضافه شه که انقدر سر و صدا کرده؟ تو خیلی خوش شانسی، چون قراره تک تک اون فیچرها رو توی این ویدیو برات توضیح بدم. اما قبلش یادت نره که این ویدیو رو لایک و کانال دانستنی های جالب رو سابسکرایب کنی. بزن بریم. شماره 1، قابلیت ساخت کانال رسمی. اولین قابلیتی که واتساپ تصمیم به اضافه کردنش گرفت، کانال یا همون چنل رسمی بودش. با این آپشن جدید شما میتونید فعلا به تعداد محدودی کانال برای کسب و کار خودتون بسازید و مثل تلگرام به صورت خصوصی و عمومی توییت‌های واتساپی بزنید. اما مثل تلگرام تعداد بازدیدها و کامنت‌های هر توییت قابل مشاهده نیستند و امکان تایید ادمین وجود نداره و حتما باید از نسخه واتساپ بیزینس استفاده کنید. البته اینم باید اضافه کنم که شماره موبایل تک تک اعضای کانال برای ادمین کانال قابل نمایشه. تلگرام بارها به واتساپ گفته که این کار باعث نقض حریم شخصی افراد میشه، ولی امان از مارک زاکربرگ که گوش شنوان نداره. شماره 2، قابلیت ویرایش پیام. مدیران و توسعه دهندگان واتساپ بالاخره از غار بیرون اومدن و تصمیم گرفتن قابلیت ویرایش پیام رو به مسنجرشون اضافه کنن. اما طبق معمول بازم تمام دسترسی ها رو به کاربر ندادن و اگر یه مدت کوتاهی از پی ام شما بگذره، قابلیت ویرایش پیامتون رو کاملا از دست میدین. البته توی برخی نسخه ها حتی فرد مقابل میتونه ببینه که متن قبل از ویرایش شما چی بوده. خب آخه این الان یعنی چی؟ اگه قرار همچین چیزی باشه پس چرا کلا این آپشن رو اضافه کردی؟ البته شایعه شده که ظاهرا این موضوع قرار کنسل بشه. همچنین تلگرام از مسخره کردنش دست نکشید و این عکس رو توییت کرد که البته باید میم باز باشید تا منظور این تیکه سنگین رو متوجه بشید. اگر اینجا میمر حرفه‌ای داریم توی کامنت ها برامون بنویس که منظور تلگرام چی بوده. شماره 3، قابلیت به اشتراک گذاری صفحه نمایش. احتمالا خیلیاتون فکرشو نمی کردید که واتساپ همچین چیزی رو به مسنجرش اضافه کنه، اما در کمال ناباوری این اتفاق رخ داده. با این قابلیت شما میتونید همزمان که دارید تماس 2 یا چند نفره صوتی یا تصویری برقرار میکنید، همزمان صفحه نمایش گوشی یا کامپیوترتون رو برای بقیه به اشتراک بذارید و اونا هر کاری که شما میکنید رو در لحظه و آنلاین مشاهده کنن. پسرایی که زیادی زیرابی میرن دیگه تمومه. از این به بعد دوست دخترت بهت شک کنه باید بهش اسکرین شیر بدی تا مطمئن بشه اکبر نصاب دختره یا پسر. البته این فیچر قبلا توی تلگرام، دیسکورد، زوم، میت، اسکایپ و اپهای دیگه هم بوده و آپشن جدید و عجیبی به حساب نمیادش. شماره 4، اضافه شدن هوش مصنوعی. هیچی دیگه، فقط کم مونده سبزی فروش سر کوچه‌مون هوش مصنوعی رو داخلی سازی کنه. البته هنوز این آپشن اضافه نشده و ما هم هیچ ایده‌ای نداریم که هوش مصنوعی واتساپ قراره چیکار کنه. اما مارک زاکربرگ مدعی شده که میخواد این کار رو برای مسنجرش و حتی اینستاگرام هم اضافه کنه. آقا راستشو بخواید من میترسم. این مارک زاکربرگ لعنتی دست روی هرچی گذاشت یه گند بزرگی بهش زد. معلوم نیست با هوش مصنوعی واتساپ قراره چه بلایی سرمون بیاره. شماره 5، توانایی ساخت یونیک آیدی. آقا قبل از اینکه توضیح بدم یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالاخره این لامصب یونیک آیدی رو اضافه کرد. تا قبل از این برای کوچکترین کار یا یه پیام ساده حتما باید شمارمون رو به هر کس و ناکسی میدادیم، اما از این به بعد دیگه لازم نیست هر کی از راه رسید بهش شماره بدیم، فقط کافیه بهش آیدی بدیم و تمام. اینجوری سطح امنیت و حریم شخصی افراد به شدت بالاتر میره و خیلی از نگرانی ها برطرف میشه. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که واتساپ 2 میلیارد کاربر داره، یعنی آیدی های رند و جذاب به محض فعال شدن این آپشن انتخاب میشه. این یعنی یه فرصت بزرگ درآمدزایی برای ماها. اینی که میگم رو به کسی نگید، ولی همین الان یه کاغذ و خودکار بردارید و آیدی های فارسی و انگلیسی رند و جذاب رو یادداشت کنید تا یادتون نره. بعدش گوش بزنید بمونید تا این آپشن فعال بشه و تک تکشون رو انتخاب کنید. بعدش این آیدی های رند و جذاب رو مثل خطای 912 به قیمت های میلیونی و میلیاردی بفروشیدشون. شماره 6: ذخیره دائمی مدیاها. یکی از شرطترین و رومخترین اتفاقایی که توی واتساپ میفته اینه که اگر اتفاقی عکس یا ویدیویی که کسی برامون فرستاده از گوشیمون پاک بشه، دیگه نمیتونیم مثل تلگرام بعدن اونو دانلود کنیم. شایع شده که قرار متا یه شهرک دیتا سنتری بزرگ راه اندازی کنه و قابلیت ذخیره دائمی دیتا رو به واتساپ اضافه کنه. اینجوری دیگه محدودیت توی حجم مدیای ارسال شده نداره و همه وایسا و عکس‌ها و ویدیوها رو هر وقت بخوایم میتونیم دانلودشون کنیم. البته اگر شایعات درست باشن و این آپشن به واتساپ اضافه بشه، به احتمال زیاد پولی هستش که بازم ما ایرانی‌ها ازش محروم میشیم، حالا چه به لحاظ قیمتی چه به لحاظ نوع پرداختی. خلاصه که این لیست تموم شد، ولی بازم با این حال امیدی به واتساپ نیست. یعنی هستشا، ولی حالا کار داره تا بخواد هم اندازه تلگرام بشه. والا تلگرام کم مونده توی آپدیت بعدیش بره برامون نون بخره. به نظرتون واتساپ یه روزی میتونه از تلگرام جلو بزنه؟ مارک زاکربرگ چه آپشنی رو اضافه نکرده که به شدت برای شماها کاربرد داره؟ نظراتتون رو حتما برامون کامنت کنید، چون به همه‌شون جواب میدیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. یادتون نره برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و کانال دانستانی های جالب رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. مرسی از حمایت یکایکتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.